بفرما برادر. علیکم و رحمت الله. علیکم علیکم. السلام. همین شخصی که مثلا در روسیه میاد با زنهای روس اویلادور میشه و صاحب فرزند میشن، مثلا دختر میوان و دختر ای حیات روسا کلان میشه، مثال آینده وقتی بلاغت رسید و هم زینا کرده میگردن. این زینا در یک کار معمولی است. مثلا همین جای پدری دعیوس میشه یا کی نه؟ بله، پدرش هم گناهکار میشد. اگر اقرار کند دعیوس میشد. اقرار یعنی رازگی به همین عملش. یعنی اینا باید از اول فکرش کردن لازم ده. پیش از اون که در یک مکان زندگی میکنید باید زنی خانه‌دار میشوید، آیا همین زن سزاوار است که از شما فرزنددار شود؟ یعنی که برای فرزند صالح، برای حاصل خوب گرفتن هم دانه باید دانه خوب باشد، هم دهقان خوب باشد، هم زمین خوب باشد، هم آب و هوا هم مساعد باشد. اگر یک دهقان تجربه دار و کار دیده باشد، دانه های قیمت بهای و دانه های ذاتی باشد، زمینی سرحاصل باشد و آب و هوای نامساعد باشد، یا بعض مثلا درخت خرما را گیره در تاجیکستان کارت حاصل نمیشد، آب و هوای محیط نامساعد است. اگرچه این سه تا شرط دیگر هست، بنابراین همین 4 شرط برای فرزند صالح ضرور است. هم آب و هوا، یعنی که بیعه، یعنی که اطرافیانی که شما در آنجا زندگی می آیند فرزنداتون، حالی فرزندایی که در غرب تربیت یافته ایستادیان، در امریکا تربیت یافته ایستادن، خیلی عاقبتش بی‌ذیب است. عاقبتش خیلی به امروز پدر و مادرها از تربیت آنها الکی دست کشیدن. اونها یک نوع تعلیم میتین در مکتب ها که تو آزاد هستی. توی پدر مادر حق ندارد که توی فرمان دهند. پدر مادر حق ندارد که توی امر کند یا نهی کند، به نماز مجبور کند یا به سطر مجبور کند. تو آدمی آزاد هستی، تو باید خدمتی پدر و مادر نکنی. در یک روز در 5 ساعت درس قریب 50 مراتب تکرار میکنه همین گپا را. اون بچه ها یک نوع کلام میشد که نه مهر و محبتی پدر و مادر، نه قدر اسلام و مسلمانی، آینده و نبیره های آنها الکی. یا فرزنده که به قول یک آدم که نامش مثلا لوئیس هست، نام پدرش در ارژانتین یا در برزیل یک آدم دیدم میگفت نام پدرش هم میخواد نامی نصرانیگی هست، باباش احمد است. باباش احمد است، یعنی فامیلیش نسبش احمد است. سیوم باباش یعنی پدرش یا آدم بیدین هست، خودش نصرانی هست، خودش بیدین است، پدرش نصرانی است، باباش مسلمان است. بعد نسبش دیدیم میگم تو بابات احمد بود است، مسلمان بود است. بله بابام مسلمان بود، پدرم نصرانی بود، من بیدین هستم. یعنی این به آینده فرزندا تربیت تاثیر میکند. محیط اطراف، جایی که زندگی میکنید، شما 1 ساعت ممکن با بچه‌تون میشینید، 10 دقیقه هم نمیشینید، بعضیتون تلفنش در دستشه. امروز این تلفن، همین دشمنای اسلام با ما جنگ اعلان نکنن بس است، همین تلفن بس است. با همین تلفن ما مغلوب میکنن، با همین تلفن دیندارهای مغلوب میکنن. چی جای به دین ها؟ این بازی هایی که در تلفن هست، این فحش و نوارهای بده که در تلفن هست، این برنامه های بده که در 90% مردم اینترنت به جای بد استفاده میکنه، در گناه استفاده میکنه. همین برای ما بس از مار دشمنای اسلام دیگه حاجت نه که مسجدام رو ویران کنن. بگذار مسجدام رو آزاد مونن، بگذار علم شریعت آزاد مونن، بگذار به اسلام زوری نکنن. هم همین تلفن ما ویران کرده شد. این تلفن هلاکی ما است. و تلفن و این دوگانه های بعد، دوستانی بعد که مثلا 8 ساعت در مکتب است، با میبیاد 2 ساعت با دوستاش علاقه اروسا هست، یا مثلا مردمی نصرانی و بیدین هست، این خیلی تاثیری بد میکنه با آینده فرزند. این آدم میشد که کم و توم تاثیرهای شما در آن باقی میماند، لیکن در فرزندهای و علاقه شما کفری محض میبینید. بنابراین در این مسئله ها بسیار احتیاط کنیم برادرای عزیز. برای فرزندها اهمیت دهید. روز قیامت مسئولیت است. الله المستعان. الله سبحانه و تعالی فرزندان ما را به راه راست هدایت کند، به ما و به قلب آنها اسلام و ایمان را زینت دهد، عملهای صالح را زینت دهد و کفر و فسوق و فجور و گناه را در دل ما و در دل فرزندان ما الله تعالی بد بیناند. چه خیلی که یک مثلا
بوی بد بوی میکنن، طبیعتاشون خیره میشد، چیزی بد و نجاست میبینند طبعشان خیره میشود، همین گونه از گناه طبعشان خیره شود. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.